با ابزاری این چیزا امروز ضرورت است. ایره نه پیامبرمون بد گفته، نه علمایمون بد گفته، نه اندیشمندان ما بد. میگه مرا گفت که یک دو روز که آمدم شروع کردم، روزی سوم فهمید که ملاسب اینجا بال میکشه، اینجا بال میکشه. چی معنا؟ که محراب میگیره. میگه مرا اجازه نداد. سوم روز من یک گلایه متاسفانه مولایی صاحب دور از علمای بزرگوار، دور از مفتی صاحبای بزرگوار، مولایی صاحب 18 سال در یک مدرسه و در یک منبر تیر کرده، غیر خودش نمیخواد که دیگه کسی جا برنامه داشته باشه. یکی از دوستای بسیار نزدیک من نامش نمیگیرم، شما میشناسینش 100%، میگه ما در یکی از مساجد اینجانی همونجا بریم یک برنامه را شروع بکنیم، برنامه درسی را همینطور با ابزار